چه خیلی میدانیم حکمت پروردگار حکیم است که ماه رمضان و دیگر ماه‌های هجری هر سال 10 روز پیش می آیند و مایان گاهی در زمستان، گاهی در تابستان، بعضا در گرما، بعضا در سرما این عبادت 30 روزه خود را انجام می دهیم. و پروردگار میخواد ببیند که آیا بنده هایی که در زمستان عبادت پروردگار را میکنند در تابستان هم طاقت می آورند یا نه. آیا آنهایی که غیر از جشن نوروز و عید سال نو، عید رمضان را جشن میگیرند آیا همیشه در عبادت هایشان پابرجا هستند یا نه. و این سال چه خیلی که دیده استادید مایان جشن نوروز را یا در تاجیکستان جشن نوروز در داخل ماه رمضان آمده ایستاده است و با تنتنه پیشواز گرفتن عید نوروز، با 1001 رقص و بازی و آلودگی به گناه و اسراف وقت و اسراف پول و این دیگر یک فرض گویا در تاجیکستان شده است که اگر نکردن گویا که تاجیکستان دیگر استقلالیت خود را از دست می دهد که سال هاست که مردم به خاطر یک جشن علل خصوص دانشجویان مظلوم مشغول دیگر رقص و بازی و آمادگی می شوند. این رو بگذاریم به کنار، ولی بیاید درباره در همین ماه چی کار کنیم. در همین ماه هم آیا مثل همیشه و عادتی معمولی این جشن رو یا این عید رو جشن گیریم یا اینکه به خاطر ایمان خود، به خاطر اینکه اولا این جشن عموما به اسلام رابطه ندارد، به تاجیکان رابطه ندارد. درباره پیدایش نوروز من پیشتر صحبت کرده بودم که یکی به یکی از پادشاهان زردشت را ربط میدهند، یکی به پادشاه دیگری که فارسبان بود و این روز را روز پیروزی خودش و روز نو برای مردم و ملتش اعلان کرده بود. یعنی یک عید مردم پیدا کرده هست و بدین رابطه ندارد. سال نو میلادی میگویم مسیحیان آن را جشن میگیرند، آن به عید آنها رابطه دارد، به تولد پیامبرشان. یا ما خود سالی در یک سال 2 عید داریم که عیدهای دینی هستند و پیامبر جشن میگرفتند و روزگیری در این عیدها را حرام کردند که روزه خوردن و نوشیدن و شکر پروردگار است. اما عیدهای ما بدون اسراف و بدون رقص و بازی و آمیختگی زن و مرد و از مردم پول جمع کردن می شود. خیلی میدانید ما هم در عید قربان هم در عید رمضان به مسلمان ها به کمبغلان کمک میکنند، نه مثل عیدهای مردمی که میخورند و مینوشند و اسراف میکنند و میرقصند و باز هزار یک آلودگی دیگر.